بریم میکاپ استفاده و برنامه عشق ابدی رو تحلیل کنیم و ایراداتش رو بگیریم. کرم پودری که زده از پوستش روشن‌تره و خوب هم روی پوستش نخوابیده. بهتر بود از کرم پودر گابرینی شماره 2 که نچرال هم هست و ساخت ترکیه است استفاده میکرد. کانسیلر به نظر نمیاد زده باشه چون حاله زیر چشمش مشخصه. بهتر بود از کانسیلر نود استفاده میکرد که ماندگاری و پوشش بالایی داره. یکی از مشکلات بزرگ میکاپش جای اشتباه رژونه و کانتوره که صورتش رو افتاده کرده و کانتور بینی هم انجام نداده. میتونست از کانتور گلدن روش که قیمتش هم خیلی اقتصادی استفاده کنه. ابروهاش چون خیلی روشن و کادری و لیف نشده از سنش رو بیشتر نشون میده. بهتر بود از ژل ابروی گابرینی که سفیدک نمیزنه و ماندگاری بالایی داره استفاده میکرد. سایه آبی که پشت پلکش زده و خط چشم با شیب خیلی زیاد آرایشش رو خراب و افتادگی پلکش رو چند برابر کرده. بهتر بود یه سایه قهوه‌ای یا نود از پالت رولوشن انتخاب میکرد و از خط چشم یانگ می کمک میگرفت تا خط چشم درستی داشته باشه. ریملی که زده تقریبا هیچ کاری با موجهاش نکرده و نه بلندش کرده و نه حجم داده. اگه از ریمل ایزادورا استفاده میکرد موجهاش قطعا 3 برابر میشد. تمامی همه تو جمعه میرن جزیره عشق تنهایی بسته شده قلبم فرش هوا گرمه مثل قلبه عاشقی جزیره میرم دل و قلبم و اینجا به تو میدم عاشقتم تو